فکر میکنی زرنگی یا اینکه فقیری فقط وکیل خوبی داره؟ خیلی ها تظاهر میکنن که زرنگن ولی واقعیت فرق داره. تو هم تا حالا ادای موفق ها رو در آوردی؟ ظاهر و لایک جای پول واقعی رو نمیگیره. ذهن فقیر یعنی عادت های کوچیک که فقط پول تو میخورن. در این ویدیو 3 اشتباه رایج و راه حل ساده شونو بهت میگم. اشتباه اول، خرج میکنی برای اینکه تاییدشون رو بگیری. چرخیدن تو فضای مجازی و لایک کردن آرامش لحظه‌ای بهت میده ولی قبضا میمونن. مغز با دوپامین بهت پاداش میده ولی این موقتیه. یعنی تو خرید کوچیک جمع میشن، بعد میبینی که پولی میتونستی سرمایه گذاری کنی رفت. اشتباه دوم، میانبر پول همیشه میانبر نیست. تبلیغات میانبر رو نشونت میده، مغزت هم میخواد راه آسون رو برداره. میانبرها اغلب راه آسون رو نشونت میده، بعد افت سنگین به وجود میاد. وقتی دنبال راه فوری باشی بعدی بیشتر میبازی. اشتباه سوم، همیشه خودتو با دیگران مقایسه میکنی. مقایسه انرژی و تمرکز تو میدازه و تو دوباره تو حلقه خرج میافتی. وقتی این سه تا همزمان با هم باشن مغز درجات رو نگه میداره. وقتی که شکست میخوری شهر میتونه حلقه تکرار رو بسازه. عادتها قابل تغییرن ولی اول باید بدونی کدوم. خبر خوب، راه حل ساده است، نه معجزه. یک عادت، 3 قدم ساده: شناخت، توقف، جایگزینی. اول دقیق بدون چی خرج میکنی، بدون قضاوت، فقط ثبت. هر خرج رو توی یکی از این 2 ستون بذار. قانون ساده: برای خریدای غیر ضروری 24 ساعت صبر کن. مغز به قدرت پاداش وابسته است، اینجوری با تأخیر قدرت تصمیم میاد. قدم دوم، توقف. قبل از هر خرید یه توقف 5 ثانیه بذار. 5 ثانیه یه وقت بذار ببین واقعا لازمه یا فقط لحظه ایه. عادتی که خرج ایجاد میکنه با یک پاداش کم هزینه جایگزینش کن. جای خرج کردن هر $5 سرمایه گذاری کن. همین کارهای کوچیک جمع میشن، بعد از مدتی فرقشو میبینی. اعتماد مالی با شواهد کوچیک ساخته میشه. یک پیروزی کوچیک در هفته کافیه. هدفت رو روی عادت بذار، نه نتایج آنی. خلاصه صبر کن، توقف کن، جایگزین. 30 روز تمرین کن، بعد نتایج رو ببین. نوتیفه و تبلیغات رو خاموش کن، کمتر وسوسه میشی و نتیجه بهتر بهت میده. همین تغییرات کوچیک تو رو از تظاهر کردن به واقعی کردن میرسونه. هر روز یک عادت کوچیک رو انجام بده، 30 روز بعد متحول میشی. امتحانش کن، 30 روز یک عادت. نتیجه رو همینجا تو کامنت ها بیا برام بنویس. ویدیوی بعدی دوست داری درباره چی باشه؟